درود بر شما همراهان گرانقدر. ما الان در جنگل های هیرکانی هستیم، در کنار یکی از ارزشمندترین گونه های درختی جنگل های هیرکانی. اسم این درخت دمیر آغاجی هست به زبان ترکی، یعنی درخت آهن. اسم لاتینش آیرن ووده. یکی از درختان بسیار کهن، در واقع سن این جنگل برمیگرده به دوره ماقبل عصر یخبندان که از اون موقع تا حالا این جنگل ها به صورت زنده، این درخت ها در جنگل های هیرکانی پیدا میشه. قابلیت زیستی فوق العاده ای داره. زمانی که به هم دیگه میرسن شاخه ها ریشه میندازه میره داخل هم. پوسته این درخت اگه دقت کنین به صورت پلنگیه و در بالادست یک شاخه‌ای که به تنه اصلی وصل شده یکی شده رو میتونیم ببینیم. چگالی این درخت بسیار بالاست، به صورتی که اگه شاخه بریده این درخت رو بندازیم داخل آب شناور نمیشه، در آب غرق میشه به خاطر سختی بسیار بالایی که داره. این یکی از درختان بسیار با ارزش جنگل های هیرکانی است. بشناسیم، حفاظت کنیم. درود بر شما، پاینده باشید.